توفیق نصیب بگرداند. ولی این 3 تا گناه را هرگز نکن که این 3 تا گناه نابود میکند انسان را. اول گناه ناامید نباش. ناامیدی کفر است. جز کافر کسی دیگه از رحمت پروردگار ناامید نمیشود. با من نگو من چی گناه کردم، حتی به الله نگو من چی گناه کردم، خدایا این فقط بگو خدایا من را پاک بگردان. حتی من یک حدیث را دیدم، راوی حدیث ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه است، میفرماید وقتی یک بنده گناه بکند و توبه کند، الله فراموشی به کرامن کاتبین 2 تا فرشته دست و چپ و راست می آورد که روز قیامت اینها هم از یادشان رفته است. بگو یک بار الله اکبر. حتی اموز زمینی که تو در روز گناه کردی، اگر از صدق دل توبه کنی، اموز زمین هم یادت میره. اموز زمین یادت میره که دفعه گناه را انجام دادی. پس چیزی که الله جل مجدود بسیار ناپسند می‌دارد ناامیدی است. هرگز ناامید نشو. هرگز با قلب امید از رحمت از خانهش بیرون شو و به خانهش داخل شو و این تو باور داشته باش پروردگارا یقینا تو مرا میبخشی. این تو باور داشته باش.